قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصدق. الأول، أمر الله عز وجل بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهو أصل الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: والإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب. بسم الله الرحمن الرحیم. الصدق دیگری از آداب طالب العلم این صدق و راستی است و این خیلی موضوع خیلی مهمی است که یک طالب علم خودش را آراسته بکند به صدق، به راست گفتن. امر الله عز وجل بالصدق، الله عز وجل امر کرده است بالصدق، به صدق و به راستی، چون که الله عز وجل میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید از الله عز وجل بترسید و کونوا مع الصادقین، و شما باشید به همراه صادقین، شما باشید به همراه صادقین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان آوردید شما از الله عز وجل بترسید و قولوا قولا سدیدا، شما قولی سدید، قول راست را بگید. یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم، الله عز وجل شما را اصلاح میکند. بسبب صدق و راستی الله عز وجل شما را اصلاح میکند. پس یکی از فواید صدق اصلاح الله عز وجل بنده‌اش را است. یصلح لكم اعمالكم، عملی بنده‌اش را الله عز وجل اصلاح میکند. و یغفر لكم ذنوبكم، الله عز وجل گناههای شما را میآموزد. و این چی سبب میشود که و من یطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظیما، شما اطاعت الله و رسول بکنید. صداقت و راستی سبب میشود که اطاعت از الله و اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم کنید. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، هر کسی که اطاعت الله و رسول میکرد به تحقیق و به درستی که این نفر رستگار شده است، رستگاری خیلی عظیم و بزرگ، سعادتمند شده است، سعادتمندی عظیم و بزرگ. پس صدق و راستی انسان باید که به الله عز وجل صادق باشد، به الله عز وجل صادق باشد، کاذب نباشد، دروغ نباشد. و طالب علم که راهی طلب علم انتخاب کرده است به الله عز وجل صادق باشد، که پدرش به امید است، رفیقاش و دوستاش و نزدیکاش، پدر و مادر، اینها به امید هستند که این نفر درس میخونه، پس باید که صادق باشد، باید که کاذب نباشد. سر درس میشیند صادقانه درس بخواند، سر حدیث میشیند صادقانه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم را بخواند. والله که اگر انسان صادق باشد، طالب علم صادق باشد، الله عز وجل برای او زکوات میدهد، برای الله عز وجل برای او فهم میدهد، زیرا این نفر صادقانه طلب علم کرده است. و بر حذر باش طالب علم و از الله عز وجل بترس. طالب علم که در سر درس بشینی و برای وقت گذرانی، در سر درس بشینی و نام طالب علم باشد، در خانواده‌تون طالب علم باشی، اما در پیش الله عز وجل کاذب العلم باشی، کذاب العلم باشی، در پیش الله عز وجل کاذب العلم باشی، دروغگو باشی، اما خانوادت و اهلت و دوستانت و نزدیکانت به این فکر هستند که طالب علم است این شخص و طلب علم میکرد، اما تا سر درس میشینی فکر در دیگه جا هست، یا که در راه طلب علم هستی اما خیالت در دیگر چیز است، در سر درس هستی خیال و فکرت در چیز دیگر است و وقتت را میگذرونی همین طور، وقت گذرانی آمدگی مدرسه برای وقت گذرانی، نه برای درس خواندن. این دلالت بر کاذب بدنی تر میکند، دلالت بر اینه که تو دروغگو هستی و انسان دروغگو الله عز وجل هدایت میکند و دروغگویی انسان بچی به فسق و فجور میبرد. ببین چقدر کسانی که در طلب علم صادق نبودن، عاقبت راه اونها کجا رفت؟ عاقبت چی شدن؟ دزد شدن، فاسق شدن، فاجر شدن، نسأل الله السلامة والعافیه. بله، پس انسان باید که صادق باشد و هو اصل الایمان، اصل ایمان است. قال ابن قیم رحمه الله والایمان اساسه الصدق، ایمان ابن قیم رحمه الله فرمود که اساسش صدق است. و النفاق اساسه الكذب، نفاق درویگی اساسش کذب است.
همین نفاق و دروغگی از چی سر میزند؟ از کذب، از دروغی سر میزند. از این میخواست که از خصال و صفات منافق همین است که اذا حدث كذب، اذا حدث كذب، زمانی که سخن بگوید منافق دروغ میگه. پس اساس نفاق از دروغگویی سر میشود. اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. وقتی که وعده بدهد خلاف وعده انجام میدهد و زمانی که امانت داده بشود در امانت خیانت میکند. همه این سببش از همون داشتن کذب است، دروغ است. و مؤمن و المؤمن ایمان اساسش از صدق است. الله عز وجل میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. بله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنها مؤمنای واقعی کسانی هستند که ایمان آوردند به الله عز وجل و رسولش، ثم لم يرتابوا، سپس شک نکردند، و جاهدوا باموالهم و انفسهم، و جهاد کردند با مالها و جانهایشان در راه الله عز وجل، اولئک هم الصادقون. الله فرمود که آن همینا صادقین هستند. پس ببینید که ایمان این اساسش از صدق است. پس یا طالب علم از الله عز وجل باید بترسیم، باید که وقتی که این راه که انتخاب کرده کسی صادقانه باید که در این راه باشی، باید که دروغگو نباشی. همین را خودت فکر بکن که وقتی که در سر درس هستی، درس نمیخوانی و وقت همتر میگذرانی، آیا همین دولت بر کذاب بودن و دروغ بودن نشان نمیدهد؟ بله. آیا از داشتن صفتی کذب و دروغی پیش الله عز وجل شر نمیکنی؟ چگونه الله عز وجل ملاقات میکنه در حالی که کذاب هستی؟ چگونه الله عز وجل ملاقات میکنه در حالی که دروغگو هستی؟ پس این راه انتخاب کرده کسی باید صادقانه در این راه باشی. آیا بزرگتر از این راه طلب علم هست؟ که بزرگتر از این راه، از راه طلب علم هیچ راهی دیگه بزرگتر نیست و هیچ راهی خیلی عظیم و بزرگتر نیست و هیچ راهی نیست و هیچ عملی نیست که درجه انسان بالا برد الا مگر از طالب العلم. زیرا طالب العلم طلب علم میکند و دینش را میآموزد و بندگان الله عز وجل را علم میآموزاند و حق را برای مردم میگوید و مردم را از کفر و شرک و نفاق و بدعت باز میدارد. پس این دولت برچی میکند؟ عظمت این عمل میکند. از این خاطر است که طالب علم را زیاد شیطان وسوسه میکند و او را به هر فکر میبرد تا اینکه طلب علم را ترک بکند. راهی این عظیم و بزرگ را که راه انبیا هست این را ترک بکند. نسأل الله السلامة والعافية. الثاني الصدق يجمع أبواب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. الثاني الصدق يجمع أبواب الخير. صدق و راستی جمع میکند بابهای خیر را جمع میکند. چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند علیکم بالصدق، ای الزموا الصدق، شما لازم بگیرید صداقت و راستی را. انسان باید که همیشه راست باشد، شخص باید که راست صادق باشد. بله، صادق. فإن الصدق يهدي إلى البر، زیرا صدق انسان به بر، به کاری خوب انسان را راهنمایی میکند. و ان البر يهدي إلى الجنة، و بر و خوبی انسان به جنت راهنمایی میکند و به جنت میبرد، سبب میشود. و ما یزال الرجل یصدق و یتحرى الصدق حتی یكتب عند الله صدیقا. و همیشه انسان وقتی که راست میگوید و تلاش میکند برای راست گفتن را تلاش میکند و دنبال همین چیز میشود حتی یكتب عند الله صدیقا، نزد الله عز وجل این نفر صدیق نوشته میشود. و ایاکم والکذب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که و ایاکم والکذب، برای حذر باشید از دروغ، برای حذر باشید از دروغ گفتن. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، زیرا کذب و دروغگویی انسان به فجور و به فسق و کارهای فحشا انسان چیکار میکند؟ میبرد و راهنمایی میکند. و ان الفجور يهدي إلى النار، و فجور و فسق و این کارهای زشت انسان به جهنم راهنمایی میکند و میبرد. و ما یزال الرجل یکذب و یتحرى الکذب، و همیشه وقتی که یک شخص دروغ میگد و بازم برای
دروغگو گفتن تلاش میکرد همیشه دنبال همین دروغ گفتن است حتی یکتب عند الله کذابا، تا اینکه این نفر در نزد الله عزوجل شخص کذاب و دروغگو نوشته می شود. بله. قال ابن القيم رحمه الله: فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه. رحمه الله. خیلی سخن عظیم و بزرگ ابن القيم رحمه الله گفتن. قال ابن القيم رحمه الله: فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه. فالصدق امین حرکت کننده چی است؟ ایمان است. و دلیله و مرکبه و سائقه و قائده، و مرکبش است، سواریش است، قائده پشواش است، و حلیته و لباسه، زینت ایمان است. همون سائق و راننده همون ایمان است و قائد و پیشوای ایمان است، همین صدق. و حلیته و لباسه، و آراسته و زینت ایمان است. صدق زینت ایمان است و لباس ایمان است. بل هو لبه و روحه، بلکه همین مغز ایمان است و روح ایمان است. بله. الثالث سلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الخلق الرفيع فأجمعت الأمة على تلقيبه بالصدق. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأئمة على تسميته صديقا. الثالث سلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الخلق الرفيع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه چکار کردن؟ دنباله کردن امین خلقی خیلی عظیم و بزرگ را. فاجمعت الامه على تلقیبه بالصدیق. پس امت اجماع کردگی است بر لقب دادن ابوبکر صدیق با صدیق بدن، چون که ابوبکر صدیق همین راه انتخاب کردن. چرا ابوبکر صدیق را صدیق میگن؟ ابوبکر صدیق میگن به خاطر اینکه راستگو بودن و این راه را انتخاب کرده بودن. راهی همین راهی که خیلی درجه خیلی عظیم و بزرگ دارد، راستگویی بدن. قال النووي رحمه الله: اجمعت الائمه على تسميته صديقا. نووي رحمه الله میفرمایند که ائمه امام‌ها و پیشواها اجماع کرده هستند بر نامگذاری کردن ابوبکر صدیق با صدیق بدن. بله. الرابع عبادة الصدق من أشق العبادات في هذه العصر، وإذا أردت أن تعرف مشقتها وإخفاق كثير من الناس فيها فالحظ ذلك في أسبوع واحد كم تسمع فيه من كذبة. الرابعة عبادة الصديق من أشق العبادات في هذا العصر. بله. همین راستگویی بدن این یک عبادت است. همین عبادتی راستگویی بدن و راستگو بودن از سخت‌ترین عبادت‌ها در این عصر من و شما هست. در این عصر من و شما. وإذا أردت أن تعرف مشقتها وإخفاق كثير من الناس فيها فالحظ ذلك في أسبوع واحد. و زمانی که میخواهید اینکه بشناسی مشقت اهمی عبادتی راستگویی بدن را و اخفاق کثیر من الناس فیها و مضطرب بدن بسیاری از مردم را در همین، و یا اینکه ضعیف بدن بسیاری از مردم را در همین عبادتی صدق و راستگویی بدن، میگه فالحظ ذلك في اسبوع واحد. تو میگه اینو ملاحظه بکن و یه تجربه بکن در یک اسبوع، در یک هفته اینو تجربه بکن. فالحظ ذلك في اسبوع واحد. یک هفته همیره ملاحظه بکن و ببین که کم تسمع فيه من كذبة. چقدر میشنوی؟ بله. در این طول یک هفته چقدر از دروغ ها تو میشنوی. یک هفته میگه ایره تو یک بار میگه تجربه بکن، یک بار ایره ملاحظه بکن چقدر در یک هفته چقدر دروغ میشنوی. اگر بخوای که همین عبادت چقدر عبادتی همین راستگویی بدن در یک عصر من و شما چقدر از عبادت‌های مشقت و از عبادت‌های سخت شدگی هست در این عصر، اگر بخوای را بفهمی مشقت بدنش را بفهمی یک هفته تجربه بکن چقدر کذب و دروغ میفهمی از انسان‌های نزدیکت و از رفیقات حتی دروغ میگن. پس این در این عصر اگر دقت کنید در حقیقت یعنی چقدر کذب و دروغگویی زیاد شدگی است. نسأل الله السلامة والعافية. پس انسان باید که دقت داشته باشد. بله. الخامس يقبح بطالب العلم أن تكتب عليه كذبة. قال ابن حزم رحمه الله: لا شيء أقبح من الكذب، والكذب متولد من الجور والجبن والجهل، لأن الجبن يولد مهانة النفس، والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة. الخامس يقبح بطالب العلم أن تكتب عليه كذبة. يعني قبیح است و زشت است برای یک طالب علم اینکه نوشته بشود برای یک طالب علم در نزد الله عز وجل کذاب و دروغگو.
این در حقیقت زشت است، قبیح است برای یک طالب علم، زیرا چون که قرآن بیان کردن طالب علم باید که نمونه باشد. قال ابن حزم رحمه الله لا شيء اقبح من الكذب. ابن حزم رحمه الله میفرماید که هیچ چیز قبیحتر از کذب و دروغ نیست، هیچ چیز قبیحتر و زشتر از کذب و دروغ نیست. والکذب متولد من الجور والجبن والجهل. کذب از کجا نشأت میگیرد، از کجا تولید میشود؟ از ظلم و الجبن و از بزدلی و الجهل و از جهالت و نادانی. منشأ کذب و دروغگویی از ظلم و از جبن، نادانی و از جهالت. ببینید که یک نفر مورد ظلم و ستم قرار میگیرد، بعد چی میگه؟ دروغ میگه. یا اینکه این صحبتی که میترسد، بعد چی میگه؟ دروغ میگه. پس منشأ کذب و دروغگویی از همین سه چیز است: از ظلم، از بزدلی، از ظلم و از بزدلی و از جهل و از نادانی. چرا انسان دروغ میگه؟ چون جاهل است. چرا انسان دروغ میگه؟ چون که مورد ظلم قرار گرفته. یا که چرا انسان دروغ میگه؟ به خاطر اینکه جبان است، ترسو است. بله، لأن الجبن یولد مهانة النفس. به خاطر اینکه همین جبن، داشتن صفت جبن، داشتن صفتی ترسویی تولید میکند مهانة النفس. چرا؟ مهانة النفس را، مهانة النفس یعنی که حقیر بدن نفس را. لأن الجبن یولد مهانة النفس. به خاطر که همین جبن و بزدلی تولید میکند حقیر بدن نفس را، پس بدن نفس را به وجود می آورد. والکذاب مهین النفس. و انسان کذاب و دروغگو شخصی حقیر النفس است، یعنی انسانی پست است، شخصی پست است، انسانی بی ارزش است. بعید عن عزت المحموده. بله، بعید و دور است از داشتن صفت عزت و از داشتن صفت هایی که حمد شدگی است و ستایش شدگی است. از اینها انسان کذاب دور است، از داشتن صفت عزت داشتن. مثلا که یک انسان کذب و دروغ میگه و دولت بر چی میکنه؟ دولت بر حقیر بدن همین نفس میکنه، پس بدن همین انسان میکنه که همین شخص انسانی پست است که دروغ میگه. زیرا انسان‌های با کرامت، انسان‌های با عزت دروغ نمیگن، زیرا میدونن که این دروغ یک روز نه یک روز چی میشود؟ فاش میشود. و وقتی که فاش شد، دولت بر چی میکنه؟ دولت بر حقیر بدن همین نفس میکنه. از این خاطر انسانی با وقار و انسانی با عزت و انسانی با کرامت هیچ وقت دروغ نمیگه، زیرا این دروغ دولت بر چی میکند؟ دولت بر همین جهل همین شخص و حقیر بدن نفسش را میکند. از این خاطر دروغ نمیگه. بله، همین قدر اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.